نمی آید چرا یک لحظه شرمند زدادار و ملیک کل هستی زدادار و ملیک کل هستی. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، بعضی برادران درخواست کردند که درباره شخصانی که در شبکه‌های اینترنتی رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی می‌گذارند یا برای پهن شدنش کلاس یا لایک می‌مانند یک نصیحتی داشته باشید. برای آن برادران و خواهرانی که در شبکه‌های اینترنتی رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی می‌گذارند یا برای پهن شدنش کلاس یا لایک می‌مانند یا از همه بدترش در روی نوارهای اسلامی رسمهای زنان نیم برهنه و بی‌حجاب را می‌گذارند، نصیحت من این است که برادر و خواهر عزیز، پیش از آن که رسم و نوارهای فحش یا رسم و نوارهای زنان و مردان نیم برهنه و لوچ را در شبکه‌های اینترنتی می‌گذاری یا برای پهن شدنش کلاس یا لایک می‌مانی یا به خاطر جالب شدن نوار خود و زیاد شدن تماشابینان آن در یوتیوب در مقابل آن نوار رسمی زنانی به حجاب را می‌گذاری، فراموش نکن که با این کردار زشت و ناپسند خود خدا و آفریدگارت را به غضب می‌آری و روز خداوند در همین دنیا عذاب دردناکش را بر سرت نازل می‌کند. این را من نمی‌گویم، بلکه این را خدا و آفریدگار شما می‌گوید. برادر و خواهر عزیز که به پهن کردنی رسم و نوارهای فحشا مشغول هستی، به این سخن پروردگارت خوب گوش انداز که به تو چی می‌فرماید. خداوند در آیه 19 سوره نور می‌فرماید: استعیذ بالله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. یعنی بیگمان کسانی که دوست دارند که زشتی ها یعنی فحشا و بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود، برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. صدق الله العظیم. برادر و خواهر عزیز، به این سخن پروردگارت خوب گوش انداز که آن کسانی که تنها دوست داشتند، یعنی خود آنها بی‌حیایی را پهن نکردند، بلکه فقط دوست داشتند که در بین مؤمنان فحشا و بی‌حیایی پهن شود، خداوند برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناک وعده کرده است. پس ای برادر و خواهر عزیز، وقتی رسم و نوارهای فحش و بی‌حیایی و یا رسم و نوارهای زنان و مردان نیم برهنه و لوچ را خودت کلاس یا لایک مانده پهن میکنی، از آن نمی ترسی که روز خداوند در همین دنیا عذاب دردناکش را بر سرت نازل کند؟ تو که به این کلام پاک پروردگارت باوری داری و یقین میدانی که این آیت سخن پروردگارت هست، پس چرا این کار زشت و ناروای خود را ترک نمی کنی؟ وقتی در حال که عذاب پروردگارت نآمد تو گمان میکنی که به جزا میمانی و هیچگاه از این کار زشت و ناروای تو کسی سراغی نمیگیرد، فراموش نکن که اگرچه بعد از 10 سال و 20 سال هم که باشد، البته خداوند جزای این عمل زشت و ناروای تو را میدهد. خداوند تو را مهلت میدهد که توبه کنی، نه اینکه باز در این کار زشت و ناروای خود استوارتر شوی و روز حساب و جزا را فراموش کنی. قسم به ذات پروردگار که از این کار زشت و ناروای خود روز در پیشگاه خداوند پرسیده می شوی و سخت پشیمان می شوی. به خود بیا ای برادر و خواهر عزیز، مگذار که نامه اعمالت سیاه شود. توبه کن و بازگرد از این کارهای زشت و ناروای خود، زیرا دروازه توبه همیشه باز است و خداوند توبه کنندگان را دوست می دارد. برادر و خواهر عزیز، حالا هم دیر نشده است. توبه صادقانه کن و یک مسلمان واقعی باش. و السلام علی من اتبع الهدى. كتاب
الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا